سلام و درود خدمت دوستان علاقه‌مندان. یه تفنگ قدیمی کلاسیک بغل هم چخماخی ساخت ایتالیا. میخوایم با هم دیگه بررسیش بکنیم. روش نوشته گروپ آلمان، سفارش حسین دولتشاهی. این تفنگ مال کارخونه برشا، این کارخونه قدیمیه. حالا دوستمون میخواد اینجا یه دوتا تیر باش بندازه، ببینیم چجوریه. علی آقا بفرمایید. یه تفنگ خیلی ناز، خوشگل، طراحی جالب. این تفنگ تو کمپانی برشا ایتالیا به سفارش محمد حسین دولتشاهی ساخته شده. لوله از آلیاژ کروپ آلمانه که بسیار مقاوم و معروفه و میزان تحمل فشار لوله 1520 باره که بسیار بالا و قویه. چوک راست این تفنگ 17.5 و چوک چپش 17.4. از خوشدستی و سبک بودنش و ظرافت و ریزکاری‌هایی که توش کار شده هرچی بگی کم بود. پاترن بسیار عالی، فاصله تقریبا 35 متری. حجم چند بود؟ 3. خب حالا بریم با لوله راستش تیر بندازیم ببینیم چی میشه. البته امروز شرایط آب و هوایی خوب نبود، باد داشت و جامون خیلی مناسب نبود و نشد یه تست خوب از این تفنگ بگیریم و به همین بسنده میکنیم. ممنون.